مرد وارد رستوران شد و دستور غذای مفصل داد. پس از سیر شدن مدیر رستوران را صدا زد و گفت من دیناری ندارم و چون بی نهایت گرسنه بودم چاره جز این نداشتم. مدیر رستوران گفت به شرط دست از سرت برمی دارم که به رستوران مقابل رفتن و همین بلا را به سر آنها هم بیاوری. آن مرد خندید و گفت متاسفم، قبلا به آن رستوران رفتم و او هم همین خواهش را از من کرد و می‌بینید که مطابق دستورش عمل کردم. نکته اخلاقی: دنیای بهتری می داشتیم و صلح و برادری میان انسان‌ها برقرار می شد اگر هر فرد در تنظیم روابطش با دیگران اصل آن چیزی که برای خود نمی پسندی برای کسی مپسند را آوازه گوش خود می کرد.